سلام دوستان، امروز قصد دارم در مورد مراحل تولید تصاویر با هوش مصنوعی و آپلود در سایت ادوب استوک و کسب درآمد دلاری باهاتون صحبت کنم. قبل از شروع آموزش، اگر از این دست ویدیوها خوشتون اومد، عضو کانال من بشید، لایک کنید و سوالی داشتید تو قسمت کامنت ها برام بنویسید. خب بریم واسه شروع آموزش. این صفحه‌ای که می‌بینید صفحه سایت شخصی من در سایت ادوب استوک هستش. قصد دارم توی مجموعه آموزش‌ها روش درآمدزایی تو این سایت رو براتون توضیح بدم. در ابتدا شما باید یک اکانت تو این سایت ایجاد کنید و سپس پس از عضویت در سایت مراحل تولید عکس و آپلود در سایت رو یاد بگیرید که من واسه شروع یه سری سایت‌های هوش مصنوعی تولید تصاویر رو براتون نشون میدم که بتونید از این طریق تولید تصویر داشته باشید. معروف‌ترین این سایت‌ها سایت میدجرنی هستش که چون این سایت پولی هست فعلا اونو من آموزش نمیدم و میریم سراغ سایت‌هایی که رایگان هستش که معروف‌ترین این سایت‌ها سایت لئوناردو ای آی هست که صفحه سایت به این شکله که این هم خیلی راحته. میتونید از طریق جیمیل وارد سایت بشین و واسه خودتون یک اکانت رایگان ایجاد کنید. خب سایت های دیگه که هست سایت آیدوگرام هست، سایت بینگ که متعلق به مایکروسافت هست این سایت که اینجا هم باز میتونید به صورت رایگان و نامحدود تولید تصویر داشته باشید و سایت پیکلومن هست که اون هم به این شکل سایتش رو مشاهده میکنید. بله این هم سایت پیکلومنه که این هم از طریق جیمیل میتونید عضو این سایت بشید. خب ما میریم از سایت بینگ شروع میکنیم. من خودم این سایت رو خیلی میپسندم و کیفیت بسیار خوبی داره. البته لئوناردو قوی تر از این سایت، ولی من به شخصه با این سایت راحت تر هستم، سایتی که متعلق به مایکروسافت هستش. خب واسه شروع شما قبل از اینکه از این سایت استفاده کنید نیاز به پرامپت نویسی دارید. پرامپت نویسی چیه؟ پرامپت نویسی یه نوع دستوره که شما تو قسمت جنریت سایت وارد میکنید و سایت از طریق دستوری که شما بهش میدید تصویر رو براتون جنریت میکنه. خب بهترین سایت واسه نوشتن پرامپت سایت چت جی پی تی هست که این هم از طریق جیمیل وارد سایت میشید، اکانت میسازید و در این قسمت هر دستوری که بدید اعمال میشه و پرامپت رو براتون مینویسه. خب واسه شروع من اینم بهتون بگم این سایت خوشبختانه از سایت فارسی هم پشتیبانی میکنه و من اینجا میام یه دستور بهش میدم که لطفاً 5 پرامپت زبان انگلیسی به من بده درباره طرح الگوی بود و پروانه دقت داشته باش با جزئیات کامل باشه واسه فروش در سایت ادوب استوک و این فیلش رو میزنیم و شروع میکنه به پرامپت نویسی واسه ما. یکم صبر میکنیم. بله اینجا مشاهده میکنید که در حال تولید پرامپت های ما هستش. خب ما اولین پرامپت رو انتخاب میکنیم، کپی، و توی سایت بینگ این قسمت ما کلید کریت رو میزنیم. البته من اینو بگم که این سایت ها رو من در ویدیوهای جداگانه تمام این سایت ها رو واسهتون توضیح میدم. روش کار باش و از این بابت نگران نباشید. بله میبینید که تصاویر رو واسه ما تولید کرد. خب تو این قسمت ما اینو دانلود میکنیم. حالا من یه نمونه‌اش رو دانلود میکنم. خب تصویر ما اینجا آپلود شده. خب ببینید الان عکس ما که آپلود شده، الان ما نمیتونیم این عکس رو تو سایت ادوب استوک آپلود کنیم به خاطر اینکه کیفیت این عکس ها پایین هستش و ادوب استوک
این تصاویر رو قبول نمیکنه. راهش اینه که یه سری سایت ها هستش که این تصاویر رو بالا میبره، اما متاسفانه این سایت ها هم پولیه و خیلی کم میشه این سایت ها رو پیدا کرد. به خاطر همین من یک نرم افزاری رو به شما معرفی میکنم که خیلی راحت میتونید این خلا رو پر کنید و بتونید به راحتی عکساتون رو کیفیتش رو بالا ببرید. خب اینجا این نرم افزار به اسم وین ایکس ویدیو ای آی هستش که شما هم میتونید ویدیو آپلود کنید و کیفیتش رو بالا ببرید، هم تصاویر خودتون رو آپلود کنید. ما اینجا تصویرم رو باز میکنم، تصویر اینجا باز کردیم و آپلودش کردیم. اینجا یک چک اولیه داره. وقتی این چکش که تموم شد، قسمت ران گوشه سمت راست پایین فعال میشه و با زدن دکمه ران تصویر شما شروع میکنه به پروسه طی کردن. ببینید چکش داره تموم میشه. شما واسه آپلود تصاویرتون تو این نرم افزار نیاز نیست دونه به دونه آپلود کنید، میتونید کل تصویرها رو اول جنریت کنید، مثلا 50 تا تصویر، 30 تا تصویر همگی رو با هم آپلود کنید که دیگه تو روند کارتون راحت‌تر تصاویر کیفیتشون بالاتر بره. خب من به خاطر اینکه فایل مدتش طولانی نشه و زمانش طولانی نشه اینجا ویدیو رو متوقف کنم و خروجی تصاویری که قبلا گرفتم رو بهتون نشون میدم با این نرم افزار. اینا هستش که اینا بعد از اینکه تموم شد میتونید این تصاویر رو توی سایت ادوب استوک آپلود کنید. خب دوستان تا اینجا واسه این مبحث کافیه. من در ویدیوهای بعدی روند ثبت نام در سایت ادوب استوک رو کامل بهتون توضیح میدم و اینکه چطور فایلاتون رو آپلود کنید، اسم گذاری کنید، تگ گذاری کنید و در سایت ادوب استوک آپلود کنید. ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو با من بودید. خدا نگهدارتون.